پروژه انکشاف باغداری PHDP موسسه انکشاف ملی باغداری افغانستان یعنی اندو نوار ویدیویی آموزش تکنیکی زخ پیوند. زخ پیوند چی است؟ چیپ پیوند یک نوعی از پندک پیوند بوده که برای تکثیر میوه‌جات مختلف ما این را استفاده کرده می توانیم و این پیوند به نام پیوند خشک نیز یاد می شود به خاطر که در اوقات مختلف سال یعنی هم در فصل نمویی ما می توانیم این پیوند را انجام بدیم و هم در حالت استراحت. و این پیوند تفاوتش با پندک پیوندی است که در این پیوند ما پندک همراه چوب جدا می سازیم و او را در خسک قرار می دهیم. بنابراین این یکی از طریقه های مهم تکثیر میوه‌جات مختلف به شکل تجارتی نیز می باشد. مواد در مرحله دوم پیش از اینکه ما عملا بریم در ساحه پیوند را انجام بدیم، تمام وسایلی که ما برای پیوند ضرورت داریم او را باید آماده بسازیم که از او جمله یکیش عبارت از الکل می باشد که این به خاطر تحقیم وسایلی که ما در این پیوند استفاده می کنیم از این استفاده صورت می گیره. و چیز دوم عبارت از قیچی است که توسط از این ما پیوند می گیریم و خسک پاککاری می کنیم که آماده پیوند شود. وسیله سوم عبارت از چاقوست که توسط از این ما پیوند انجام میدیم. وسیله چهارم عبارت از این تب مخصوص یا پلاستیک مخصوصی است که توسط از این پیوند بسته بندی میکنیم و همچنان میتونیم که با پلاستیک عادی هم پیوند بسته بندی نماییم. و دیگر چیزی که در اینجا است این عبارت از ماشین پیوند چیپ است که توسط از این ما کار زیاد را در وقت کم انجام داده میتونیم، یعنی عین پیوند ما توسط این ماشین هم انجام داده میتونیم. زخ پیوند اغز پیوند یعنی پندک. در قدم سوم ما آمدیم در پیش روی درخت که میخوایم از این پیوند جمع آوری بکنیم و پیش از اینکه ما پیوند از درخت قطع بکنیم، قیچی که توسط از او پیوند را ما قطع میکنیم باید او را توسط الکل تعقیم بسازیم. بعد از او وقتی که را تعقیم ساختیم، بعد از او همون نودی مورد نظر خود را که به همون سایز ما در قوریه خسک داریم که میخوایم پیوند بکنیم، با عین قطر خسک ما از اینجا نودی پیوند قطع میکنیم. خب که او عبارت از این نودی است که با سایز خسک ما مطابقت داره، یعنی قطر این نوده مطابقت با قطر خسک داره که ما میخوایم او را در قوریه پیوند بکنیم و عین جنس ما توسط از او تولید بکنیم، یعنی توسط پیوند. راهنمود برای زخ پیوند. در قدم چهارم ما و شما پیوند را جمع آوری کردیم و آمدیم در قوریه که عملا پیوند را انجام بدیم. پیش از اینکه ما پیوند خود شروع بکنیم، خسکی که ما میخوایم پیوند بکنیم به اندازه 30 سانتی متر از سطح زمین بالاتر که دست پیوندگر مثلا بگرده، او را پاککاری میکنیم یا صافکاری میکنیم، نودا و همه چیزی که در بغل داره و را توسط قیچی مینمایم. و بعدا پیوند را اتو پیوند انتخاب میکنیم از اتو ساقه که از نوک ساقه مثلا نباشه که بسیار پندکایش نازک است و خام است و نه از بیخ ساقه که بسیار دبلتر است و پندکایش بسیار پخته شده. بنان و از وسط ساحه ما او پندکای را انتخاب میکنیم که نازکتر است و میایم او را ما در خود رستاک عملا پیوند میکنیم که شما میبینین که به چه قسم این پیوند گرفته میشه و چه قسم این در خود رستاکی تطبیق میشه به چی رقم. اول به زاویه 45 درجه یک در زیر پنگ یک قطع میکنین، بعدا همراه کم چوب ای را جدا میکنین همی پندکه از نوده و بعدا او را در به عین سایز جای در رستاک برای ازی جور میکنین و میچسبانین. به این شکل در رستاک هم به عین سایز در خسک شما باید برش جای جور بکنین که فکس همون پیوند را که ما شما گرفتیم در او بیایه.
بعدا ما توسط پلاستیک عادی هم میتونیم که ایره چی بکنیم؟ بسته بکنیم. طوری است که باید همی خود پندک را در زیر پلاستیک نبکنیم. پندک باید بیرون از پلاستیک باشه به خاطر از اینکه نمو میکنه او. و این پلاستیک باید تا مدت 20-25 روز از این خلاص نشه به خاطر که تا پیوند خود بگیره. و وقتی که شما پیوند کردین بعد از او این خسک از زیره از پیوند بالاتر چی میکنین؟ توسط قیچی قطع میکنین به این شکل که این بود عملی چیپ بردینگ. زخ پیوند ذریعه ماشین. خب به خاطر انجام دادن پیوند چیپ که ما پیشتر توسط چاقو انجام دادیم، حالی میخوایم توسط این وسیله پیوند یا این ماشین پیوند انجام بدیم که او هم به عین شکل پیوند میکنه، منتها فرقش است که یک ذره با زودترین فرصتی عمل انجام میده. به این شکل شما میبینید که ما در امی جای پیوند جور کردیم در خسک. حالی میم از امون نودی که میخوایم با امی سایز ازی باشه پیوند بگیریم، ایره به این شکل در قرار میتیم که پیوندش طرف چیز باشه، طرف داخل، و ایره هم به امی شکل ما پیوندش جدا میکنیم. به این شکل پیوند جدا شد و این پیوند را میاریم فکس در امی جای قرار میدیم. این پیوند فکس در جای آمد و ایره ما توسط این پلاستیک چی میکنیم؟ توسط این پلاستیک بسته میکنیم به این شکل. به این شکلی را بسته بندی میکنیم که این چیز شما میبینید که در قدم پنجم ما به مرحله رسیدیم که بعد از یک سال و نمون حال را که ما توسط چیپ پیوند نموده بودیم، او را ما بعد از یک سال آماده به فروش داریم که به این شکل نمو کرده و آماده از این است که باید از اینجا اینیال کشیده شده و در باغ غرس گردد. ثبت این نوار ویدیویی در فارم بادامباغ وزارت زراعت صورت گرفته است. محصول مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان اندو با کمک مالی اتحادیه اروپا و پروژه انکشاف باغداری کمیسیون اروپا. وبسایت www.afghanistanhorticulture.org